نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه تحریم هست. در 8 سوره گذشته 2 موضوع بیان شد: انفاق و جهاد. در 4 سوره اول موضوع انفاق بود و در 4 سوره آخر موضوع جهاد بود. حال سوره تحریم بعد از این 8 سوره شامل هر 2 موضوع هست. هم در این بیان انفاق است و هم در این سوره بیان جهاد است. اما ابتدای سوره اشاره دارد، خطابی هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و اشاره دارد به واقعی و جریانی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد و اون موضوع تحریم بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر خودشون عسل را و شربت عسل را حرام کردند. گفته از این به بعد نمیخورم و بر من حرام است. خدای عزوجل خطاب فرمودند و تذکر دادند پیامبر خودش را که چرا اون چه که خدا حلال قرار داده اون را حرام میکند. از اینجا ما استنباط میکنیم و استدلال میگیریم که در مسائل شرعی حتی پیامبران نمیتوانند از جانب خودشون چیزی را حلال بکنند و چیزی را حرام قرار بدهند. حرام همونه که خدا حرام قرار داده و حلال همان است که خدا حلال قرار بده. پیامبران فقط اعلام میکنند حرمت را و حلت را، از الله عزوجل از طریق وحی میگیرند، با خبر میشوند و بعد اعلام میکنند. بنابراین اینجا آن حضرت صلی الله علیه و سلم مورد تذکر قرار گرفته شدند. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله. ای نبی
چرا شما حرام قرار میدید چیزی را که خدا حلال قرار داده؟ اصل داستان و اصل شأن نزول به اینجا برمیگردد که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ظهرها سر میزدن، سرپایی، پیش همه ازواج مطهرات، پیش همه مادران مؤمن و خانه زینب که می رسیدند، خانه زینب بنت جحش که یکی از همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، اونجا تا دیر می ماندند، به دلیل اینکه زینب از جای برش عسل آورده بودند و برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم شربت عسل درست می کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم با عسل محبت داشتند، عسل را دوست داشتند. بعضی از همسران که این بعض در تعیین اینها هم اختلاف تو روایت ها آمده، ولی بیشتر تفسیرها میگند این دو تا همسر پیغمبر که این نقش را بازی کردن، یکی ام المؤمنین عایشه بود و یکی ام المؤمنین حفصه. اینها گفتند که با هم شور کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که آمدند بهشون بگویم که شما حتما یه شیره‌ای بود به نام شیره عرفت، بدبو بود، شما حتما از اون خوردید، مغافیر ببخشید، مغافیر شما خوردید که این بوی بد و بوی متعفن هست. چون آن حضرت صلی الله علیه وسلم خیلی از بوی بد تنفر داشتند. آن حضرت همیشه تاکید می‌کردند به مقتدیان، به نمازگزاران که مسجد که میایید شما چیزی را که بویش با شما بماند در خانه مصرف نکنید، مثل سیر و پیاز. و آن حضرت روز 5 بار مسواک نمیزدند. مسواکی که آن حضرت میزدند و دقتی که روی نظافت داشتند و روی دندانها داشتند بیش از حساب بود. به وقت آن حضرت صلی الله علیه وسلم به وقت وضو میزدند، به وقت نماز هم مسواک استفاده میکردند، به وقت غذا بعد از غذا استفاده میکردند، از خواب بیدار میشدند استفاده میکردند، تازه میخواستند بخوابند استفاده میکردند. هر وقت دهانش بود و مسواک، حتی که در آخر حیات هم آن حضرت صلی الله علیه وسلم اشاره میکردند برای مسواک. خیلی به مسواک علاقه داشتند و عادت هم داشتند، لذا از بوی بد اصلا خوششون نمی آمد. لذا وقتی که اینو گفتند، اینا با هم مشوره کردند، گفت قطعا دیگه بعد از اون عسل نمی خورد و نقشه موفق میشه. لذا ابتدا پیش عایشه رضی الله تعالی عنها آمد یا حفصه، اینم اختلاف است. پیش عایشه رضی الله تعالی عنها آمد، ایشون گفتن که یا رسول الله شما مغافیر خوردید؟ گفت نه. چه بویی هست؟ گفتن که من عسل خوردم، عسل نوشیدم خونه زینب. گفت حتما زنبورش رفته از شیره عرفت خورده. عرفت یک هم بوته بود، از اون خورده که اینطور بوی میده این عسل. بعد از اون خانه حفصه که رفتند عیناً همین حرف را زد. با هم مشوره کرده بودند. آن حضرت هم عالم الغیب نبودند، خبر نداشتند که این نقشه‌ای هست، توطئه‌ای هست. لذا اونجا بر خود عسل را حرام قرار دادند و گفتند که به حفصه گفت ولن اعوده شربت عسلا عند زینب بنت جحش ولن اعوده، من عسل خوردم
پیش زینب بود، اما از این به بعد هرگز نمیرم برای عسل. و در روایت دیگه است و قد حلفتو، من سوگند خوردم که دیگه نخورم. فلا تخبری بذلك احد، به حفصه گفت که کسی را نگی، به کسی نگی. به کسی چی نگی؟ که من چنین سوگندی خوردم و من بر خود حرام کردم. لذا اینها موفق شدند، خوشحال شدند که نقشه جواب داد، عملی شد. فوراً حفصه به عایشه رضی الله عنها گفت که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سوگند خورده که دیگه نخورد. الله عزوجل پیغمبر خودش را آگاه فرمود. اولا تذکر داد چرا حلال خدا را حرام میکنی، و بعد الله عزوجل فرمود اون چیزی که به صورت خصوصی به یکی از ازواج گفته ببین که به کسی نگی. اون رفت به همسر دیگرش گفت. الله تعالی وقتی که به پیغمبر گفت که این همسرت به اون همسرت گفت، آن حضرت صلی الله علیه وسلم افسر ملامت کرد، گفت چرا رفتی به عایشه گفتی؟ اون فکر کرد که عایشه حتما بهش گفته که من به او گفتم. برای عایشه رضی الله عنها ناراض شد، از پیغمبر پرسید که کی به شما گفت؟ من انبأک هذا قرآن است. آن حضرت فرمود قال نبأنی العلیم الخبیر، اون ذاتی که علم داره مثل من نیست که عالم الغیب نباشد، اون علم دارد، عالم الغیب است، الخبیر خبر داره، او به من گفت. اینجا همسران پیغمبر متوجه شدند که الله عزوجل کل ماجرا را به پیغمبرش گفته و الله از این حرکت ناراضی شده، توبه کردند. لذا این جریان هست در سوره مبارکه تحریم. تحریم هم به همین خاطر میگن که پیغمبر تحریم کرد بر خود عسل را. الله می فرماید یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، ای نبی، ای پیامبر، چرا حرام قرار میدهی آن چیزی را که حلال قرار داده الله برای شما؟ عملا لا اعتقادا، عملا حرام قرار داد. تبتغی مرضات ازواجک، سبب تحریم می طلبی رضایت همسرانت را. والله غفور رحیم، الله عزوجل بخشاینده و مهربان است، خدا می بخشد. ولی چرا حرام قرار دادی؟ الان لازمه، فرض و واجبه که قسمت را به پایان برسان، به اصطلاح ما قسم را بشکن، باز کن و بخور. قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم، همانا لازم قرار داده الله برای شما باز کردن قسم را. قسم را باز کن، کفاره بده. والله مولاکم، خداوند مولای شماست، یعنی حامی و کارساز شماست. مولاکم این ولیکم و ناصرکم، ناصر شماست به ازالت الخطر فيما تحرمون على انفسکم. این که شما بر خود چیزی حرام بکنید، خداوند عزوجل حامی شماست، چیزی به شما چیزی نمیشه شما را. و بالترخیص لكم في تحلیل ایمانکم، و خدا مولای شماست چون که به شما مرخصی داد، یعنی اجازه داد که قسمهای خودتون را باز کنید، یعنی قسم را بشکنید. بالکفارة و بالثواب على ما تخرجونه في الكفاره. قرطبی کفاره بدی، قسمت جبران میشه و حتی ثواب بهت میرسه. الان حکم ما هم همینه، اگر کسی از ما چیزی را بر خود حرام قرار داد، حرام قرار دادن نوعی قسم است. بگه این چیز بر من حرامه، باید بخوره، چون که هیچ کسی حق نداره حلال خدا را حرام بکند. باید بخورد
و بعد از اون کفاره قسم بده. و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا، وقتی که مخفی کرد پیغمبر به بعضی از همسرانش سخنی را. عرض کردم طبق قول صحیح این سخن چیه؟ همینه که به حفصه گفت من از این به بعد عسل نمی نوشم، عسل نمی خورم و به کسی نگی من سوگند یاد کردم. فلما نبأت به، وقتی که اون همسر خبر داد به آن خبر، اون حرف را گفت به هووی خودش. و اظهره الله علیه، و آن را خدا ظاهر کرد بر پیغمبر خودش. خداوند هر چی که حفصه به عایشه گفته بود همه را به رسول الله گفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه را زیاد ملامت نکرد، فقط همون جمله را گفت. قرآن میگه عرف بعضه و اعرض عن بعض، بعضی را برایش معلوم کرد، بعضی دیگه پیغمبر ازش اعراض کرد. یعنی زیاد نخواست خجالتش بده، زیاد نخواست شرمندهش بکنه. بعضی را گفت تو چرا به عایشه این گفتی این گفتی، بعضی دیگر نگفت. عرف بعضه و اعرض عن بعض، بعضی را برایش معین کرد، بعضی دیگر را اعراض کرد. خب زمانی که پیغمبر این گفت فلما نبأها به قالت من انبأك هذا، وقتی که به او خبر داد به این خبر، اون گفت من انبأك هذا، چه کسی تو را خبر داده؟ حتما عایشه بهت گفته. رسول الله گفت قال نبأنی العلیم الخبیر، به من خبر داده آن ذاتی که علیم و خبیر است، هر چیز را میداند و هر چیز را خبر دارد. او به من خبر داده، کجا عایشه خبر داده؟ لذا الله عزوجل ترغیب میده این دوتا را به توبه. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، این شرطیه هست. خدا میفرماید اگر شما توبه کنید، به سوی الله رجوع کنید، فقد صغت قلوبكما جزاش نیست، جزا مقدره. علت جزا فقط صغت هست و قائم مقام جزاست. الان جزا چیه؟ مفسرین جزاهای مختلف مقدر کردن. بعضی گفته ان تتوبا الى الله کان خیر لکما، اگر شما هر دو توبه بکنید بهتره برای شما. بعضی گفته ان تتوبا الی الله تقبل منکما، اگر توبه بکنید این توبه از شما قبول میشه. بعضی گفته ان تتوبا الی الله یمحو اثمکما، شما اگر توبه بکنید خدا گناهان شما را محو میکنن، نابود میکنن. و بعضی گفتن فقط ادیتما ما یجب علیکما، اگر توبه کردید شما واجبتون را به وظیفه خودتون عمل کردید. به هر حال الله میفرماید اگر شما توبه بکنید این بهتره برای شما، به نفع شماست. فقط صغت قلوبکم، چرا؟ چون که دلهای شما مایل شده. درباره تفسیر این هم اختلاف است. دلهای شما مایل شده به چی؟ بعضی میگن دلهای شما مایل شده از حق به سمت سوی دیگر، به این خاطر توبه بکنید. بعضی میگن نه، دلهای شما متمایل شده به سوی توبه. دلهای شما مایل شده به چی؟ به سوی توبه. لذا اگر شما توبه بکنید بهتر است برای شما، چون که دل شما به سوی توبه متمایل است. اما و ان تظاهر علیه، اگر هر دو هم دیگر را پشتیبانی کنید بر علیه پیغمبر، تظاهر میگن پشتیبانی کردن، فلا ضرر علیه، بازم پیغمبر را ضرری نمیرساند. چرا؟ پیغمبر حامی زیاد داره، پیغمبر پشتیبان زیاد داره. کیه پشتیبانش؟ فإن الله هو مولاه، همانا الله مولای پیغمبر خودش هست.
الله حامیش هست و جبریل هم حامیش هست و صالح المؤمنین مؤمنین صالح ابو بکر و عمر عثمان و علی عشر مبشره صحابه همه حامی او هستند، حتی پدران خود شما بس بهتر به نفع شما هست که چی؟ توبه بکنید. والملائکه بعد ذلك ظهیر، بعد از این یعنی غیر از اینها ملائکه هم پشتیبانند، ملائکه هم انسان ها صالح المؤمنین جبرائیل همه از پیغمبر من حمایت می کنند. لذا اگر توبه بکنید به نفع شماست و اگر توبه نکنید الله عزوجل اینجا تنبیه بیان می فرماید. بزرگترین تنبیه برای یک زن اینه که شوهر یه زن دیگه بگیره، اما از این سخت‌تر اینه که اون زن را طلاق بده و زن دیگه بگیره، این سخت‌تره. الله همین می فرماید عسى ربه ان طلقكن، عسى ربه وعده رب او هست که ان طلقكن اگر او شما را طلاق بده، ان یبدله ازواجا این که تبدیل کند برای او همسرانی خیرا منکن بهتر از شما، دارای این اوصاف. اینا در واقع اشاره و ترغیبند که شما بیایید به این اوصاف خودتون را متصف بکنید. چه زنانی دارای چه اوصافی؟ مسلمات زنانی که کاملا تسلیم باشند، مؤمنات مؤمن کامل باشند، قانتات یعنی کاملا پیرو باشند، تائبات کسانی که توبه کننده باشند، عابدات زنانی که کاملا عبادت کننده باشند، سائحات زنانی که روزدار باشند، ثیبات و ابکارا زنان مختلف هم بیوه و هم باکره. الله برای اون بهتر از شما را انتخاب میکنه اگر شما را طلاق بده. اما ببین این وعده خداست، این چیزی از این آیات ما میگیریم و استنباط میکنیم، چیز ظریف و جالبی هست. اون اینه که قطعا اگر زنانی بهتر از زنان رسول الله بود خداوند برای پیغمبرش انتخاب میکرد. خداوند همیشه برای پیغمبرش بهترین ها را انتخاب میکند. پس الله میفرماید بهتر از شما، الله عزوجل بهتر از اینها پیدا نکرده بود که اونها را برای پیغمبرش انتخاب بود. اینا بهترین ها هستند، ازواج مطهرات، سیدات زنان بهشتی، امهات المؤمنین. این فضائلی که الله به اینها داده، اینها چون اینها ظرفیتش را داشتند، لغزشی خطایی می شد، ولی از این زنها پاکتر، از این زنها قانعتر، از اینها مؤمنتر، عالمتر در هر صفتی نبود. اگر بود الله برای پیغمبرش قطعا انتخاب میکرد. لذا بعد از این الله عزوجل به بقیه مؤمنین خطاب میکند که شما مؤمنین طوری برنامه ریزی بکنید که خودتان را، اهل و عیالتان را، زن و بچه تان را از عذاب جهنم نجات بدهید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، قوا انفسکم شما حفاظت کنید خودتان را، و اهلیکم و اهل و عیالتان را، نارا از آتش جهنم، اون آتش جهنمی که وقودها الناس والحجاره، اخگرهای آن، اخگرهای روشن و زغالهای روشن آن انسانها و سنگها هستند. بر اون آتش جهنم ملائکه‌ای هست، داروغهایی هست، علیها ملائکتون
غلاظ شداد، بر آنان ملائکه است که دارای اوصاف بسیار خطرناک. غلاظ یعنی بسیار بدخو، خیلی بدخواند، تندخو هستند. شداد بسیار سخت، بسیار تندخو و تندمزاج و سختند. لا یعصون الله، وصف سومشون اونها خدا را نافرمانی نمی کنند در آنچه که اونها را امر کند. و یفعلون ما یؤمرون، آنچه که از سوی الله عزوجل امر می شوند انجام میده. اونها کاملا دستورات پروردگار تو را انجام میدن. لذا از این جهنم خودتون را برهانید، زن و فرزندتون را برهانید. و بعد الله عزوجل تصویری از تصویرهای اون روز را ذکر می فرماید. کفار اونجا شرایط خوبی ندارند. الله به کفار چی میگه؟ یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که در دنیا کفر کردید، لا تعتذروا اليوم، امروز عذر خواهی نکنید، امروز عذر و بهانه نیاورید. انما تجزون ما کنتم تعملون، جز این نیست که شما پاداش داده میشوید آنچه که عمل میکنید. یعنی این پاداش اعمالتون هست که شما امروز عذاب جهنم را میبینید. پس عذرخواهی نکنید و عذابتون را تحمل کنید. خب بشارت اخروی هست برای تائبین صادقین. خداوند عزوجل به مؤمنین گفت که شما خودتون را هم از عذاب جهنم برهانید، زن و بچه‌تون را. و یکی از صورتهای رهایی از عذاب توبه هست. توبه از تمام کرده های گذشته و پشیمانی. اما چه توبه ای؟ توبه نصوح. خداوند اینجا ترغیب میده به توبه نصوح. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای مؤمنین توبه کنید، رجوع کنید به سوی خدای عزوجل. توبه نصوح، توبه نصوح اونه که از اعماق قلب باشه، از ته دل باشد. توبه نصوح تعریفی برای خودش داره. این که بعضی میگن فردی بوده نامش نصوح بوده توبه کرده، این درست نیست. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه میگوید من از رسول الله پرسیدم یا رسول الله ما توبه النصوح، توبه نصوح چیه؟ آن حضرت فرمود قال ان یندم العبد، توبه نصوح اینه که انسان پشیمان بشه، بنده پشیمان بشه. ان یندم العبد على الذنب الذي اصاب، بر اون گناهی که اون گناه را مرتکب شد اول پشیمان بشه، بعد از اینکه پشیمان شد توبه بکنه. فیعتذر الی الله، این مرحله دوم است. از خدا عذرخواهی بکنه، خدای اشتباه کردم، غلط کردم، معذرت خواهی بکند. بعد از اینکه معذرت خواهی کرد ثم لا یعود الیه، دوباره به سوی اون گناه نرود. کما لا یعود اللبن الی الزرع، چنانچه شیر دوباره یک بار که از پستان خارج شد دوباره داخل پستان نمی رود. این یک بار که از اون گناه خارج شد دیگه به سوی اون گناه نرود. این هست توبه نصوح. و روی تفسیر بما ذکر عن عبدالله بن مسعود، حسن، مجاهد، غیرهم، همه این بزرگان تابعین و صحابه همین تفسیر را برای توبه نصوح کردند. بس الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای مؤمنین توبه کنید به سوی الله توبه نصوح. عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم، این وعده الهی هست و نتیجه توبه نصوح هست. عسى ربكم، وعده هست که رب شما ان یکفر عنکم سیئاتکم،
این که کفاره بگرداند از شما سیئات شما را، به برکت توبه تمام گناهان شما اول پاک میشه. این دفع مضرت است، این نفع اولی هست. و دوم چیه؟ و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و داخل بگرداند شما را در اون جناتی، در اون باغاتی که جاری است از زیر درختان و نهرها. لذا از اون در اون جنات شما را داخل بگرداند و الله عزوجل کفاره سیئات برای شما بگرداند. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. الله عزوجل حالت اون روز محشر را بیان فرموده. بسیار روز سختی است، روزی هست که لا یخزی الله النبی، خداوند پیغمبر خودش را در اون میدان دچار خزی و رسوایی نمیگرداند و همچنین مؤمنین را والذین آمنوا معه، اینها بدنام نمیشند، اینها رسوا نمیشوند، بلکه اینها نوری دارند اونجا. نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم. شما تحت نورهم بنویسید به دلیل انفاق فی سبیل الله، چون که در راه خدا خرج کردند، به دلیل انفاق فی سبیل الله نورشان دوان می رود جلویشان و راستشان. این نور در زمان پلسرات بیشتر هست و اینها دعا میکنند یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، بار اله نور ما را کامل بگردان. به این معنی کامل بگردان که مثل منافقین در وسط راه خاموش نشه، تا آخر به کمال ما را برساند. واغفر لنا، دعای دوم، خدایا ما را ببخش، انک علی کل شیء قدیر، بدون شک تو بر هر چیز قادر و توانا هست، بر بخشش، بر کفاره سیئات. به هر حال این نور به برکت چیه؟ انفاق در راه الله، خرج کردن در راه الله. این موضوع انفاق بود و حال موضوع جهاد، موضوع اصلی سوره. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم، ای پیامبر من جهاد کن با کفار و با منافقین، واغلظ علیهم، سخت باش بر آنان. من قبلا خدمت شما عرض کردم وقتی که این آیه می آید که علی السویه، هم با کفار دستور جهاد داده شده و هم با منافقین، مفسرین تعویل میکنند، چون که میگویند منافقین همیشه در کنار رسول الله بودند و رسول الله با منافقین جهاد نکردند، لذا این را توجیه میکنند، میگن جاهد الکفار، با کفار جهاد کردن با شمشیر است، با سرنیزه هست، با اسلحه هست، و المنافقین جهاد با زبان است، جهاد تبلیغ است. به این خاطر مقدر میکنن جاهد الکفار بالسنان والمنافقین باللسان، با کفار بجنگ با شمشیر و نیزه و با منافقین بجنگ با زبان. اما با توجه به تفسیری که ما در آیه مبارکه سوره نساء خواندیم، فما لکم فی المنافقین فئتین، چرا درباره منافقین دو گروه هستید؟ اونجا گفتیم که گروهی بود از منافقین که مدینه آمدند، به ظاهر مسلمان شدند، بعد رفتن پیش کفار، با اون کفار محارب، اون کفاری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با اونها جنگ داشت، رفتن در پناه اون کفار و با اونها زندگی کردند. خداوند فرمود دیگه درباره این منافقین تردد نکنید، هر وقتی که با اون کفار جنگیدید با اینها هم بجنگید. پس اگر اون منافقین مراد باشد هیچ اشکالی نداره، آیه نیازی نیست که ما بالسنان و باللسانش بکنیم، با اون منافقین هم مثل کفار باید جنگید. پس ما میگیم اگر جهاد با شمشیر مراد هست، مراد اون منافقینی هستند که اونها
در مدینه نبودن، در معیت رسول الله نبودن. اونها با کی زندگی میکردن؟ با کفار زندگی میکردن. لذا الله می فرماید یا ایها النبی جاهد الکفار، ای نبی، ای پیغمبر من، شما با کفار جهاد کن، والمنافقین، و همچنین با منافقین جهاد کن، واغلظ علیهم، بر آنها تند باش، بر آنها سخت باش، و مأواهم جهنم، و جایگاهشان جهنم هست، و بئس المصیر، و بسیار جای رجوع بدی هست. حال الله عزوجل اینجا برای این که دار و مدار بر چی هست؟ بر ایمان و کفر است. این را اثبات بفرماید، دو تا مثال ذکر می فرماید. یعنی مدار نجات ایمان است و مدار عذاب کفر است. فرق نمی کنه کی باشی و کی نباشی. هر کسی باشی، وقتی که ایمان داشته باشی نجات میابی، ولو اینکه زن فرعون باشی. و اگر ایمان داشته نباشی، اگر ایمان داشته نباشی به جهنم میری، ولو اینکه زن حضرت نوح باشی، حضرت لوط باشی. لذا الله می فرماید ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح، بیان فرموده الله مثالی برای کسانی که کفر کردند. مثال اونها مثل امرأة نوح است، زن نوح است، و امرأة لوط، و زن لوط است. اینا دو تا زن بودند، همسرانشون پیامبر بودند، اما خودشون مشرک بودند، منافق بودند. اینها نجات پیدا نکردند، همسر و شوهر اینها را نجات ندادند. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، این دو تا زن تحت عبدین یعنی همسر دو تا از بندگان صالح ما بودند. فخانتاهما، اما اینها در عقیده شرکی خیانت کردن با اون دو تا پیامبر. ببینیم منظور از خیانت، خیانت دینی هست. منظور از خیانت چیه؟ خیانت دینی هست، نه اینکه بگیم خیانت از نظر دامنی، به اصطلاح پاک دامنی. چون که زنان پیامبر هیچ وقت بی عفت نبودند و نخواهند بود. این مطلب را بیشتر در سوره یوسف انشاءالله عرض میکنیم، در بحث نکاح زلیخا و یوسف، که آیا اونجا نکاحی صورت گرفت یا نه. ولی اینجا خدمت شما عرض کنم که زنان پیامبران امکان داره که مشرک بودند، کافر بودند، منافق بودند، اما زانیه نبودند، فاسده به معنی فساد اخلاقی نداشتند. چرا؟ چون که اینجا این عیب برمیگرده به مرد. اگر مشرک باشه عیبش به خود زن برمیگرده، کافر باشه خب یک عقیده، یک موضوع شخصی هست، به خودش برمیگرده. اما اگر بدکار و فاسد باشه، این ننگش، این عیبش به تمام مردانی که اطراف این زن هستند، ام از پدر، ام از برادر، ام از فرزند، ام از شوهر، به همه اینها برمیگرده. به اون شوهری که زنش فلان کاره باشد چی میگند؟ دیوس میگند. پس ببین شوهر چه گناهی کرده؟ اینجا گناه مال زنه. چرا این سب و این دشنا متوجه شوهر میشه؟ چون این عیب متوجه شوهر میشه. بنابراین از اون جایی که انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات انسانهای پاکی هستند، از نظر عفت همیشه خداوند برای اونها زنان پاکی را انتخاب فرموده. زنان پیغمبران از نظر حیا و عفت پاک بودند، از نظر دین امکان داره مشرک بودند. پس اینجا فخانتاهما، خیانت دینی هست، نه خیانت بی عفتی. چنانچه امام ابن کثیر نوشته، همین مطلبی که بنده گفتم ایشون در دو جمله نوشته: لیس المراد بقوله فخانتاهما فی فاحشه.
این که فخانتاهما فرمود مراد فاحشه بودن نیست، بل فی الدین، بلکه چی هست؟ از نظر دینی هست. فإن نساء الانبیاء معصومات، زنان همه انبیاء پاکند از چی؟ عن الوقوع فی الفاحشه، از این که واقع بشند در کار بی افتی، از این پاک و معصومند. لحرمت الانبیاء، به خاطر اینکه اینها در حریم انبیاء هستند، همسر پیامبران هستند. هیچ وقت چنین زنانی را الله عزوجل برای انبیاء خودش انتخاب نمی فرماید که عیبش ننگش به پیغمبر برگردد. پس این فخانتهما به معنی چیه؟ به معنی خیانت دینی هست. خب این دوتا یعنی مشرک بودند، کافر بودند. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، الله می فرماید دفع نکرد از آنها از عذاب الله چیزی، چون که زن پیغمبر بودند از عذاب نجات بیابند، نخیر، بلکه عذابی که بر قوم نوح آمد زنش هم غرق شد، عذابی که بر قوم لوط آمد زنش هم سنگباران شد و کشته شد. و این در دنیا بود. در آخرت وقیل ادخلا النار مع الداخلین، به آنان گفته شد شما هر دو ای زنان پیامبر داخل بشید در جهنم، همراه داخلین، همراه با داخل شوندگان در آتش داخل بشید. پس ببین مدار بر ایمان است، نه بر نسب، و الا بر نسب بود پیغمبر با زنش را نجات میداد. و اینجا هم مدار بر ایمان است. مثال دیگر این تمثیل برای مؤمن است. اینجا مثال زن فرعون بیان شده، حضرت آسیه بنت مزاحم رضی الله تعالی عنها. الله می فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند بیان می فرماید مثلی را برای مؤمنان که این مثل متعلق به چی هست؟ امرأت فرعون، زن فرعون، همسر فرعون. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، زمانی که این زن فرعون گفت بار الها بنا کن برای من خانه نزد خودت در بهشت. زیر شکنجه بود، تازیانه میخورد، به میخا 4 دست و پاش بسته بود، اونجا دعا میکرد رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، بار الها بنا کن بساز برای من کاخی خانه نزد خودت در بهشت، و نجنی من فرعون، و مرا نجات بده از فرعون و از عمل فرعون مرا نجات بده. مراد از عمل فرعون چیه؟ بعضی گفتن از این ظلم و شکنجه فرعون مراد است، اون عملی که با او میکرد ظلم و شکنجه بود. بعضی میگویند که این زن چون که از فرعون تنفر داشت، از همخوابی با او هم تنفر داشت، لذا گفت که خدایا مرا از عملش اشاره به جماع است، اشاره به همخوابی هست، از اون هم مرا نجات بده، از این انسان ناپاک و نجس من نجات بیابم. و نجنی من القوم الظالمین، بار الها مرا نجات بده از این قوم ظالم که این گونه بر من ظلم و ستم میکنند. خب نتیجه را خدا نفرموده، ولی ببینید دعای کسی را که الله نقل میکند، الله باز نقلش میکنه تا قیامت خونده بشه. قطعا این دعا اشاره به این است که دعا اجابت شده، دعا پذیرفته شده. الله می فرماید و مریم ابنت عمران، زن چهارم زنی هست که مریم اسمش، دختر عمران است، اما این هم در پاکدامنی، در حیا، در عفت نمونه بود. و مریم ابنت عمران
التي احسنت فرجها، اون مریمی که حفاظت کرد عفت خودش را، پاک دامن و با عفت بود. یهودی ها اون را پاک دامن نمی دانستند. فنفخنا فیها من روحنا، الله می فرماید ما دمیدیم، دم کردیم در آن از روح خودمان. از روح ما یعنی چه؟ یعنی روحی از جانب خود فرستادیم برای او تا عیسی متولد بشه. و این زن و صدقت بکلمات ربها، تصدیق کرد کلمات الهامی پروردگار را، یعنی توحید، و کتبه و کتابهای رب را، و کانت من القانتین، این زن از قانتین شد، از انسانهای فرمانبر و فرمانبردار شد. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.